سلام. امروز اول اردیبهشته. الگوی نقشه‌ها تو لایه‌های مختلف جو نشون میدن که امروز بایستی قاعدتاً امروز بعد از ظهر چشمه‌های تولید گرد خاک در عراق شکل بگیرن. تصاویر ماهواره و تصاویر رادار مرزی رو ما به دقت داریم رصد میکنیم. به محض اینکه تقویت شدن این چشمه‌ها و مسیرشون به سمت کشور ما بود، حتما براش هشدار صادر خواهیم کرد. بستر برای این اتفاق جوی دوشنبه بعد از ظهر و روز سه‌شنبه مهیا است و حداقل استان‌های مرزی ما درگیر این مهمانان ناخوانده خواهد شد که اوجش در خوزستان شکل میگیره. به اضافه اینکه همچنان اعتقاد داریم ابرهای همرفتی، بارش‌های بهاری و موقتی در استان‌های مربوط با دامنه‌های زاگرس از جمله کوکیله و بویراحمد، شمال غرب استان فارس، شرق و شمال شرق استان خوزستان، استان چهارمحال بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، لرستان شکل میگیره. تو ارزهای بالاتر هم شمال غرب و همینطور دامنه‌های البرز مثل ارتفاعات تهران، قزوین، البرز، سمنان و مازندران روند افزایش دما اتفاق میفته. به گونه‌ای پیش میره که اگر شما شنیدین که روز جمعه حداکثر دما در پایتخت شد 30 درجه، اصلا تعجب نکنید. وضعیت بادم پدیده مشترک در اکثر جا هست. همین.